آغاز موسم سیاحی داخلی. البته که این روز سیاحی تمام بلوگرها در همه خط سیرها هستن، یک جای دیدن دیدم قبیلم برامور گفتم سلام علیکم خط سازت کجاست؟ درواز خیلی گام بزنی که یک شما دید بگو مردم ساز دیدن از دیدن من از دیدن نصیب شهر استوریسای همه را یک نگی همه بلاگرها همه طرف تاجیکستان انسان میدم همه را زد کنیم نه دیگه بانو دیدمش برای کار کنم دکتر یافتم دوستم خط سیر شما کجاست؟ خط سیر من شهر دوشنبه و منطقه های سیاحی ناحیه حصار زنده و سربلند باشید و مردم خوش رو نشان بدن مردم تماشا کنن حلاوت ببرن. دیدین چی گفتنی در سیاحی؟ گفتیم که از جانب کمیته سیاحی سفربر کرده شدگیم هر گوشه و کنار زیبای تاجیکستان تای ما سفربر کردگی شدگیم با جانب اسکندرکور موقع اینی میرم تماشا میکنم و امروزی خدمت در نوار در مردم نشون بدن هر کس هر گوشه برای کار خدا نگاه خب دوستان عزیز اومدیم میدان استقلالمون امروز ولایت سوخت ارتوچ راستی که بگم من نرفتم ارتوچ اگه بار اول میرم روی علی جان در خط سیر ما رو نوشتن این مشکو هم آماده تمام تاجیکستان امروز خط سیر داره این مشکو رو ببینید این اتوبوس و این مشکو تمام خط سیر دارن ما ولایت سوخت ارتوچ میرفتیم علی جان سلام صبح زود اومدیم بریم یه گردشگری عالی کنار دوستمون عزیز زنده باشه از طرف کمیته سیاحی ما دعوت شدیم یک جای میگیم چیزشید بنامور میگیریم پیشکش شما میگردونیم خدا نگهبان عزیز که اومدیم این روز ما دعوتی کردیم یک لباس فوتبالکو یک تنه شبکه سیاحی دادن که در آفتاب نسوزیم دوستم دکتر خط سیر تو کجا سلام دوستان گرامی امروز ما انا کمیته سیاحی کشور در یک جایی با اساسیاسیون بلاگران تاجیکستان در موسم امساله برای همون منطقه های سیاحی کشور امروز ما کوشش کرده ایستادیم که ما بلاگ نویسان تاجیک در انمی اقتصادیات مملکت همون به طرف نباشیم تا اینکه اگر یک کوچکی هم باشد کمک خودمون را رسانیم. منطقه من مکان‌های سیاحی شهر دوشنبه و ناحیه حصار است. زنده باشیم ما خودی پنجکن میریم ارتوچ میریم منزل جاگه استاد عالم الشعرا جعفر عبدالله رودکی میریم بله امروز وقتی اون رسیده است که ما انمو تاریخ تمدن و زبان خود رو چطور کنیم صحیح کنیم و تبلیغ کنیم دیگه انا ببینید که اینجا در چند تا دیدن که چقدر ماشینا ما رو انتظارن اینجا سربلند باشید انا بازم دوست داریم ما خط سیر ما البته که خدا نصیب باشد سر قبر استاد رودکی و از تاریخ کهن پنجکن چند هزار سال داره 1500 2500 سال 5500 هم میگیم 5000 ساله سرازمش 5000 ساله سرازم پنجکن 5000 ساله است یک جای میریم دیدن میکنیم با یک جای میریم دیدن میکنیم ولایت سوخت این دوستان عزیز آمدیم با پارک استقلال امروز یک گردشگری خوب است از طرف کمیته سیاحی جمهوری تاجیکستان اینا همه مردم علاقه آماده ایستادن انا دوستای عزیز مخصوص کمیته سیاحی انا میره همش آماده کرده بحری همه برادرها همه سرجم اینا همه بلاگرها هم سرجم هستن همه سرجم اینا همین قدر ماشین همین تکنیک ها همش حساب رو همین که جایی که سیاحی هست همش میروان امروز نوار میگیرن این برادرها این همش اینا از تمام تلویزیون ها از تمام اینجا این نویسته اجازه که آغاز موسم سیاحی داخلی این هم رفتن سلام علیکم ماسلی همونجا برم میبینیم ما تا آخیره برم این تا آخیره میبینیم
خلاصه تو هم اینجا رو دیدیم برادرها انمیقه همه خطسری داخلی دا امروز سفر دارن نمیقه مسعود میبینیم همش حرکت میکنن میرم مهمونان عزیز خواهش در نزد صحنه جمع شوید. قبول حرکت میکنیم نزدی صحنه تلویزیون تاجیکستان هم دنیا